حبیب خدا گفتند ای بندگان عصر 21، ای کسانی که در این زمان شما حیات به سر میبرید، زبانهاتان از ملامت صحابه های من دور نگه دارید. اطراف اصحاب من هیچ وقت تحقیر و دشنام راه ندهید. پیغمبر خدا گفتند اگر شما ای امتان، اشاره به سوی ما هست، اگر مثل کوی احد در راه خداوند از طلا اگر نفقه کنید، با یک مشت صدقه که اصحاب من کردن در ثواب برابر نمی شود. برای یک مشت. این بزرگی اصحاب پیغمبر خدا را دلالت می کند. در جامع ترمذی حدیثی از پیغمبر خدا بیان می شود: الله الله فی اصحابی، الله الله فی اصحابی. تأکیدتان میکنم ای دوستای خدا، در حق اصحاب من از خدا بترسید. در حق اصحاب من، هم نشین های من، هم عصر من که خیر امت قرنی، بهترین امت هم عصر من بودند، زبان دشنام و زبان حقارت را بندین. لا تتخذوهم غرضا بعدی. حبیب خدا میگوید مبادا بعد سر من شما دشمنی صحابه های من نشوید. فمن احبهم فبحب احبهم و من ابغضهم فببغض ابغضهم. کسی که اگر اصحاب مرا دوست می‌دارد به خاطر من دوست دارد. کسی که اگر اصحاب مرا بد می‌بیند همچنان است که مرا بد می‌بیند. و من آذاهم فقط آذانی. کسی که اصحاب مرا اگر آزار داد همچنان است که مرا آزار داده است. و من آذانی فقط از الله. کسی مرا آزار داد آزار الله است. حبیب خدا میگوید و من از الله، کسی اگر الله را آزار داد یوشک ان یأخذه، زود است که الله او را در عذاب خودش، در گرداب عذاب خودش تبدیلش میدهد. از این خاطر در آخر اینقدر گفتنی هستم، ما نسبت اصحاب پیغمبر خدا گمانی نیک داریم. ما اصحاب پیغمبر خدا را همگیش دوست می‌داریم و از پروردگار مسئلت داریم که خدا برای ما آن توفیق و آن غیرت و آن نیکبختی که به اونها داده بود برای ما بندگانشم خدای مهربان نصیب گرداند. و دیگر اینکه برادرای عزیز و گرامی، این ماه ربیع الاول است. ماهی هست که در این ماه محمد زیبا، این معلم بشریت، به عرصه جهان قدم گذاشتند. مادرشان آمینه حکایت میکند که وقتی که این محمد از دامان من بیرون شد، زمانی که من محمد تولد کردم، مثل یک نوری که کاخ شام را روشنی میداد همچنان بود. الحمدلله که همون حبیب خدا، همون معلم بشریت در این ماه مبارک، در این ماه ربیع الاول و دنیا آمده. همه شما را به این ماه مولود پیغمبر خدا تبریک و تهنیت میگویم و از خداوند خواهان او هستم که خداوند این آن محبتی که حبیب خدا بر امتای خود داشت، آن دوستداری که حبیب خدا به امتانش داشت، اگرچه امروز ما نصف او را، ذره او را نسبت حبیب خدا شاید نداشته باشیم، خدایا محبت اون حضرت در دل ما باز هم جایگیر گرداند و ما را همیشه پایبند سنت های حبیبش گرداند. پیغمبری بود که خداوند در قرآن انا اعطیناک الکوثر، ای محمد صلی الله علیه و سلم، من برای تو کوثر را نصیب گردانیدم. حوضی که خیلی آبی خنک دارد، از شیرم سفیدتر است، از آب برف هم خنکتر است. حتی صاحبای تفسیر میگویند نوشیدن این آب از قیماق هم دیده ملایمتر است.
خداوند این حوض کوثر، این آب کوثر برای امتان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نصیب کرد. پیغمبر را ما و شما امت هستیم که خدا در قرآن و رفعنا لک ذکرک میفرماید ای محمد آنچنان مرتبه و آنچنان بزرگی برای تو نصیب کردم که ذکر تو را در روی دنیا بلند گردانیدم. جبرائیل میگوید وقتی نزد حبیب خدا آمد و پرسید میدانی که و رفعنا لک ذکرک چی معنی دارد؟ گفت خدا داناست، نمیدانم چیست. گفت معناش این است که خدا میگوید نام حبیب محمد را همراه نام خودم قریب گردانیدم. هر جایی که نام من خوانده می شود در برابرش نام حبیب من محمد گرفته می شود. این معنای و رفعنا لک ذکرک. ببین ما اذان میدهیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. لا اله الا الله محمد رسول الله. نام الله گرفته می شود، در پهلوش نام محمد صلی الله علیه و سلم گرفته می شود. حضرت سعدی می گوید نمیدانم کدامین سخن گویمت که بالاتری از آن چی گویمت. نمیدانم در وصف تو چگونه غزل ایجاد کنم، چگونه مناجات بیان کنم، زیرا هر چیزی که میگویم ای محمد تو از او بالا هستی. پیغمبر را ما و شما امت هستیم که حبیب خدا گفتند روز قیامت تمام اهل جنتی ها 120 صف می شوند، 20 صفا، 120 صف اهل جنت در روز قیامت می شود. عدد صف ها را خدا داناست چه مقدار است. 80 من هذه الامه. حبیب خدا گفت بزرگی من بینن ای امتان من که 80 صف همین 120 از امت من در روز قیامت است. 80 صف همین اهل جنتی ها از امت رسول اکرم است. انا همون شخص، انا همون معلم بشریت الحمدلله که در این ماه به دنیا آمده است. هر کدام تو می توانین که در نزد زن خود، فرزند خود، در خاندان خود برای پیشواز مولود پیغمبر خدا، برای این انسان با سعادت فرزندا را جمع کنین، یک پیاله چای کنین، از حیات پیغمبر خدا برای فرزنداتان رسانین تا که شناسن که این محمد که امروز مردم برای او آب چشم میریزد این محمد کیست و فرزندا شناس کنید. خدا رحمت کند جلال الدین سیوطی را که حضرت چه عالم بزرگی بود، ثقه در حدیث بودند، محقق بودند، مفسر بودند. از ابن حجر عسقلانی خدا رحمتشان کند صاحب شرح صحیح بخاری فتح الباری حکایه میکند که ابن حجر عسقلانی گفتند جشن مولود پیغمبر خدا را من از حدیث های صحیح بخاری و مسلم استخراج کردم. گفتند چگونه؟ گفتند وقتی پیغمبر خدا مدینه آمدن، این حدیث در بخاری و در مسلم روایت می شود، وقتی به مدینه آمدن حبیب خدا یهودی ها را دید که روزدار هستند. گفت برای چی شما روزه دارین؟ 10 ماه محرم بود. گفت امروز روز هست که حضرت موسی بالای فرعون غلبه کرد، خداوند فرعون همراه قومش هلاک کرد و موسی را نجات داد. ما برای خاطر این روز خوب، این روز نیک، امروز را روزه گرفتیم. حبیب خدا میگه وقتی این سخن از یهودی ها شنید گفت آگاه باشید ای امتان من بر موسی از این قومش دیدن نزدیکتر هستم. منم امروز را برای شما روز روزه اعلان میکنم. شما هم گو روز 10 ماه محرم روزه گیرید به خاطر برادر ما موسی در این روز فتح و ظفر از جانب خدا دید و اگر سال دیگر زنده باشم 9 ماه محرم هم روزه میگیرم. ابن حجر عسقلانی میگوید وقتی که برای یک روز فتح موسی مردم اون روزه که گرفت، ما چگونه برای روز ولادت حبیب خدا جشن نگیریم؟
روزی که پیغمبر خدا به این عرصه دنیا قدم زد، شخصی که خداوند یا ایها النبی ان ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. ببین این ندای کرامت در سوره احزاب پروردگار به حبیبش چی میگوید؟ برای این گونه شخص ابن حجر عسقلانی گفت چگونه من پیشواز نگیرم، چگونه این کس در حقش گفت من معرکه تشکیل نکنم، چگونه یادآوری از این حضرت نکنم که خداوند در قرآن به ندای کرامت او را میگوید ای نبی من، ای محمد، این ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، ما فرستادیم تو را به سوی این بندگان شاهد، مبشر، نذیر. شاهد فرستادیم برای تو تا که در روز قیامت تکذیب و تصدیق امت تو شاهد باشی. ما تو را مبشر روان کردیم، بندگان مرا بشارت به جنت ده که خداوند برای اینها جنتی که پر از ناز و نعمت است آماده کرده است، منتظر ما بندگان است کدام ساعت خدا جان ما را قبض میکند و ما وارد او جنتی جاویدانی شویم. خدا گفت با او بندگان من خبر دی. و نذیرا، ای محمد ما تو را نذیر فرستادیم، نذیر ترساننده از عقوبت پروردگار و بندگان من برسان که اگر از اطاعت خداوند روی گردانن عذاب پروردگار بسیار سخت است. برای اونها بگو در دوام و داعیا الی الله باذنه، تو به فرمان پروردگارت بندگان مرا به سوی من دعوت بنما. در آخر چی گفت الله نسبت محمد؟ و سراجا منیرا، ای محمد تو چراغی هستی که اصلا خاموش نمیشوی. منیر اینجا تاکید است، چراغی که تا روز قیامت خاموش نمیشود. ببین چقدر دشمن ها رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیدا کرد. امشب اگر شما برنامه یورانیوس تماشا کرده باشید، من تماشا کردم، همون ژورنالیستی نیدرلندی که نسبت پیغمبر خدا کاریکاتوره ها کرده بود، یک کنایه دیگه هم نسبت همین قرآن نسبت رسول اکرم ترتیب داد که بسیار یک کنایه خیلی بدبختانه بوده است. سرورای همون دولت به خلاصه آمدن که نشان ندید که نفرت مسلمانان نسبت دولت ما زیاد می شود. این گونه بدبختا تا روز قیامت نسبت حبیب خدا دشمنی میکنند، لیکن الله از بالا خبر داد ای محمد تو پروا نکن اگر تمام دنیا نسبت تو بدبینی دارن و سراجا منیرا، تو چراغی هستی که اصلا خاموش نمیشوی. چراغ احمدی را حق بیافروخت، کسی پوف کرد ریشی خیش را سوخت. کسی مقابل محمد مبارزه میبرد، کسی محمد بد میبیند، کسی این کتاب برای تربیه بشریت کاریکاتور میکند و خود شرمنده میشود. هیچ وقت انشاءالله اینا فتح و ظفر نمیبینند. خداوند هم تا گفت و سراجا منیرا، تو چراغی هستی که تا روز قیامت خاموش نمیشوی. مفسرای قرآن گفتند ببین خدا و جعلنا سراجا وهاجا در سوره نبأ، سوره عما یتساءلون میخوانیم از پاره 30، خدا در اینجا هم چی گفت؟ گردانیدیم آفتاب را هم سراج. ببین خداوند آفتاب هم چراغ گفت. مفسرها میگن اگر آفتاب چراغ آسمان باشد، محمد چراغ زمین است. اگر آفتاب چراغ دنیا باشد، محمد چراغ دین است. اگر آفتاب چراغ آب و گل و درخت و زمین باشد، محمد چراغ دیل و جان است. اگر به طلوع این آفتاب مفسرای قرآن میگویند دنیا روشن شود، با آمدن محمد کفر و ضلالت و جهالت از روی دنیا همش خاموش شده. الحمدلله این گونه شخص در این ماه به دنیا آمد. به این خاطر خدا رحمتش کند صاحب فتح الباری شرح صحیح بخاری ابن حجر عسقلانی، نام حضرت اصلش احمد ابن علی بودند، با ابن حجر عسقلانی در روی دنیا معروف هستند. گفتند من از این حدیث پیغمبر خدا استخراج میکنم که شما مولود پیغمبر خدا را جشن گیرید، قبول داشته باشید. شما را به این ماه و به این روز تبریک و تهنیت میگویم. موضوع امروزه ما
انشاءالله ما خدا خواسته باشد یک روز مصلحت کنیم، حضرت ها قدی دامله ها قدی، یک روز خدا خواسته باشد روزی یادآوری از تاریخ حبیب خدا، از چگونه نسبت امت مهربان بود، چه روزهای سختی را حضرت از سر گذرانید. برای شما خدا خواسته باشد در حضور دامله هایی که انشاءالله من صحبت میکنم همراه اونها، البته یک مجلس یک روز جمعه خدا خواسته باشد برپا میکنیم اگر حیات باشیم.